چه خبر؟ تا حالا آرایشگاه زنونه رفتی؟ خدا نخواد واسه کسی. تراپیستم گفت به خودت برس، از جنگجو به زیباجو تبدیل شو. شروع کردیم. نمیفهمم چرا آرایشگاه فقط منطقه 1 و 2 ان. یعنی یکی در میون کافه سالن زیبایی، اگر یه جا کافه نبود سری به 90 سالن زیبایی در رقابت تنگاتنگ. این خانومه که زنگ زده بودم گفت مجموعه ما پارکینگ رایگان با کارواش هم داره. آقا هر چی دمه در دست راننده تاکسی گرفتم بکش که آقا اینجا کارواش داره ببینیم رایگانه. قبول نمی‌کرد. خب من با تو تاکسی رفتم. دختری اومد درو باز کرد، خوش آمد بگه آخ مجید چه دختری. تمرکز خدا در خلقت رو میتونستی تو چهره این بالا شهریا ببینی. اگر من حاصل یک گلبازی آخر شب باشم، اون حاصل دکترای سفالگری بود. حرف زد، کاش نمیزد. من لحظه احساس کردم بعد 7 سال چقدر صدام شبیه بلندگوی استادیوم آزادیه. چقدر احساس کردم صدام ضخیمه جلوی این. یعنی من مجید در کسر رسانی هم صدا رو باختم هم سیما رو. یکی اومد راهنمایی کنه، گفتم چقدر مواد مجعد و قشنگه. گفت کرلیه. همینه. خب ما پیشرفت نمی‌کنیم. الان سال‌هاست به ما میگن موهای مجعد اگه اسمش بذاری کرلی فرمش پولداری میشه. مجید پولو میگن بذاری رو سنگ آب میشه. آقا اینا پول رو پوستشون بود، شفاف و آینه‌ای. اون وقت من یه بار چرم ملی ازم دعوت کرد از پوستم واسه کارمند بانک کشاورزی کیف و کفش بسازه. من رد کردم. بعدش هم یه دختره بهم گفت اگه میخوای از کافه سالن یه چیزی برای خودت سفارش بده. چرا سالن باید کافه داشته باشه؟ همین کارا رو میکنن. ما تو محلمون کافه نداریم. همین سهمیه رو دادن به منطقه 1. رفتم پیش خانم 20 تا تابلو مدرک داشت. اصلیه رو از کجا گرفته؟ انگلیس. خب بله شما وقتی میری رو موبور اروپایی کار تمرین میکنی، رو من مومشکی خاورمیانه جواب نمیده. من حرفه‌ای چشه؟ با اعطای مدرک معتبر مناسب مومشکی ها و مو خرمایی ها. گفت عزیزم توناژ رنگی لباسایی که بیشتر میپوشی به سمت کدوم پالته؟ گفتم توناژ نمیدونم کجامه، اما هر لباسی که زودتر آف بخوره. آقا تو حراجی خرید میکنم. من از شما میپرسم شما برای رسیدن به خودتون چیکار کردید؟ برای بنده یادداشت بفرمایید.